از جناب از خراب ما سفر کردن چندین نوجوان خب راست سال که دیگه نزدیک نه هیو شو ریتم بده یک تمام از فراوی ما سفر کردن چندین نوجوان هر یکی رفتن برای رزق روزی بهر نان آنها در دل هزاران آرزوها داشتند از برای زندگی تخمی امید می کاشتند ماه شبان بود آنها ازبکستان رفتند مردی کاری کرده قوت لای مد بگرفتند از برای کودکانی خود خریدا کردند وقتی برگشتن پیاده را گم کردند دشت به دشت آواره و سرسون شدن این جوانان زیغ شده خاطر پریشان می شدن نیمه شب بود آنها از راه لب دور آمدن ناگهان در کمینه ترک دانا مردن ناگهان در کمینه ترک آنها مردن از برای مرده سی نوجوان نازنین 150 آدم رفت بر کوی عظیم از درون مینه های بگرفته سی تا مرده را 12 تایی دیگر هستند آنها زخمی سال اول 6 نفر آدم از اینجا بردن جمعی آنها 9 نفر ترکید آنها مردن اون یکی عالم بود سرحد برادر بود به او دیگری اسلام بود هم برآمد جانی او بعد ترکیب با چندین سال عالم زنده بود
برش پفسیده بود Gitti Ayşe. چهار فرزندی خار زار زاری دیده بود بخششون برگشت چند ناامیدی دیده بود چهار فرزندی عزیزم خار زاری دیده بود بخششون برگشت آخر ناامیدی دیده بود هم پدر هم مادری پیری بر جا موندم مرگ پیری مرگ دل فرزند خود را دیدم چهار فرزند بی پدر بی مادرم در عذاب هر یکی آنها به مثل آب جوشان کباب چهار فرزند بی پدر بی مادرند در عذاب هر یکی آنها به مثل آب جوشان کباب فرزند خود را دیدم بعد 3 ماه دو فرزند پیر نامراد رفت نزدی دو جوان مرد تاج قل بابا بخواب مادری آنها به خانه زار حیران ماندن او نمیداند از اینجا یک جوان نازنینی بود بایمن نامی او زوجه نامزاد کر خواست و پرستانت بود از برای توی پرستادن به سودا رفته بود او به بازار رفته بسیارم خریدها کرده بود سال آخرین جوان بسیار مهنت کرده بود روز را روزی لگفته اون در شب خفته بود آرزوهای زیادی داشت او برخواه برد این جوان را وقتی بی مرگ آمد و از ما را برد کوها ظلمات آن روز هوا باریده بود مرده ها خونشار هم در آبلای آلیده بود کوها ظلمات آن روز هوا باریده بود مرده ها خونشارم در آبلای آلیده بود کوهای دیهی ما آنچنانم سربلند مرده ها از ناعلاج با ترک پر آورند آورند 3 مرده را 3 تابوت ساختند 3
تا بودهای نو پیشی نماز بگذاشتند خال دستی تا جنازه تابوتا برداشتند بودال ها را به قبرستان جدا بگذاشتند بار دیگر با ششتن ازبکستان رفتند باز یک مینه باغ می ترکیدند باز ششتای دیگر از نوجوانان مردند باز این دیها دوباره ماتمی را دیدند چی کنم تقدیر همین بود است ندارم چاره از برای این جوان مرگان دلم صد پاره دور گردون جبر و غم را بر سری ما ریخته کی توانیم ما از اینجا بر کجا بگریخته چرخ گردون این قدر مشتاق را مفتاح کرد باری غم را آورد بر سری ما تاج کرد فرابی تشملات تو این قدر حافظ مشو محتشم تو بندگی کن این قدر شاعر مشو 8300 عالم ماتم و عزا گرفت محتشم دل و قلم از بحرین سودا گرفت محتشم دل و قلم از بحرین سودا سلامت باشه صبر دور نوازم سلامت باشه گوی سلامت باشه تنزنه دستم در نبینه شیما نوازم باشه نوازم کرد جوی 5-10 تا اشولا میگردیم گاندروز واسی شر بخورم